من پگاهم، اینجا هم تابشه. خیلی خوش اومدی. سلام. بیرون داره بارون میاد و من هر باری که بیرون رو نگاه میکنم و یکی از این چاله های آبی که درست شده رو میبینم که یه قطره آبی میفته توش، خیلی حس خوبی بهم دست میده و امروز شانس اینو داشتم که خونه باشم و این یه قهوه بر خودم درست کنم و رو صندلی مورد علاقم بشینم و از پنجره به حیات مورد علاقم نگاه کنم. و توی این حین و بین داشتم به این فکر میکردم که زندگی چه معنی میده و داشتم توی این مفهوم میچرخیدم، اینکه چقدر توی هفته گذشته به واسطه آلودگی هوا مود هممون پایین بود و چقدر حالمون بد بود، اما با اومدن یه بارون انگار یه روح تازه‌ای دمیده شد به شهر. من عصری که داشتم نگاه میکردم بیرونو دیدم که یعنی چند تا مورد دیدم آدمایی که لباس ورزشی پوشیده بودن، یکی داشت پیاده روی می‌کرد، یکی داشت میدوید و انگار آدما به یک فعالیت بدنی گرایش پیدا کردن. برام خیلی خوشایند بود. خب میدونیم دیگه هوا خیلی تاثیر داره، آب و هوا روی خلق و خو و مودمون و معمولا اینو روی نور خورشید بیشتر متمرکزش میکنن که جاهایی که هوای ابری زیاد داره یا شبای طولانی داره آدم‌ها در معرض افسردگی زیاد قرار میگیرن. اما واقعیت اینه که یه بخش مهمی از خلق ما که توی هفته‌های گذشته پایین بود مربوط میشد به آلودگی هوا و نبود هوای خوب، کدر بودن و حتی حس این که بیرون نریم، حس این که فلان چیزو بخوریم حتما که آنتی اکسیدان داشته باشه و همه اینا. و حالا چقدر یه همچین چیز ساده‌ای برای ما میتونه حال بهتری بیاره. البته که همراهش غم و ناراحتی و خشمم میادا که ای بابا ما دیگه اوضاعمون چی شده که یه هوای پاک برامون شور زندگی میاره. اما به هر حال اگه بخوایم از این فراخوان طبیعت که اومدن بارونه استفاده کنیم و به این فکر کنیم که چه کتابی رو بخونیم و چی کار بکنیم با بچه ها، من به این کتاب رسیدم، کارل و معنای زندگی، که کتاب خیلی بامزه‌ایه و خیلی جای بحث و باز میکنه برای اینکه بتونیم با بچه ها صحبت کنیم در مورد که تصورتون از زندگی چیه، چی از زندگی میخواین، آینده رو چطوری تصور میکنید، نقش خودتون رو توی روابطتون و تو روابط دوستانه و خانوادگیتون چطور میبینین. و حتی میتونم بگم این کتاب کودک هست اما میشه با نوجوانا هم خوند، به خاطر اینکه مفهومی که دلش میاد بیرون و قابل بحثش میکنه مفهوم عمیق و پیچیده‌ایه. میشه که از این کتاب استفاده کرد که موضوع رو مطرح کرد، بعد اون وقت به موضوعهای عمیق و پیچیده پرداخت. کتاب همونطور که گفتم اسمش کارل و معنای زندگی، نویسندش دبورا فریدمنه، مترجمش هم آنایتا حضرتیه، ناشرش هم پرتغاله. ماجرای یک کرم خاکی خیلی گوگلیه، یعنی اصلا وای امیدوارم که بتونم تصویرش رو این کوشه بذارم. اصلا میخوندم ناخودم گفتم قربونش برم، خیلی بامزه است، اصلا یه قیافه خیلی جالبی داره. بعد این کرم خاکی توی خاک خب طبیعتاً داره به خاک کمک میکنه که اکسیژن بهش بیشتر برسه، یه چیزایی رو میخوره، یه چیزایی رو تولید میکنه برای اینکه خاک رو حاصل خیز کنه. و این وسط یه نفر میاد ازش میپرسه که چرا داری این کار رو میکنی؟ میگه که طالبش به این موضوع فکر نکرده دیگه، میگه نمیدونم چرا دارم این کار رو میکنم.
و شروع میکنه از حیوانات مختلف پرسیدن. سراغ حیوانات متعددی میره. مثلا یکی از حیوانات روباهه. روباه میگه من بعد برم شکار، نمیدونم تو بعد چیکار کنی؟ بعد میگه که من شکارچی نیستم که. بعد میره سراغ سنجابه، میگه من مثلا روی درخت فلان کارو میکنم. بعد میگه خب من که این کارو نمیکنم که. و خلاصه هی توی این جستجوگریه برای پیدا کردن اینه که من نقشم چیه و معنی زندگیم چیه و دلیل اصلا بودنم چیه دیگه، چی کار دارم میکنم، چه ارزشی رو دارم به زندگی اضافه میکنم. تا اینکه مدت ها طول میکشه و توی این مدت هایی که این کرم خاکی داره میچرخه که جواب سوالش رو پیدا کنه، در نهایت میرسه به همون جایی که زندگی میکرده و میبینه که یه سوسکی داره دنبال غذا میگرده. میگه که من مدتی نمیتونم غذا پیدا کنم و اینا. میگه که خب چرا نمیتونی غذا پیدا کنی؟ زیر سنگ رو نگاه کن. میگه نمیشه. و خلاصه کرم خاکیه نگاه میکنه، میبینه که چقدر خاک سفت شده. پس اون خاک نرم و حاصل خیزی که وجود داشت که حیوونا میتونستن ازش استفاده کنن کجا رفته؟ و بعد یه لحظه فکر کرد که این من بودم که این کارو میکردم. و بعد بهش میگه که یه دقیقه وایسا الان میام. و بعد یه زمانی طول میکشه، کرمه میره و دوباره یه سوراخایی ایجاد میکنه و هوا به خاک میبره و خلاص خاک و حاصل خیز میکنه و سوسکه میتونه غذا بخوره. خیلی کتاب جالبیه. روش نوشته مثبت 5 ساله ها. حالا به نظر من برای 4 ساله هم میتونیم بخونیم. یعنی من خیلی به این سنا قائل نیستم، برای اینکه به پیشینه مطالعاتی بچه‌ها دایره لغاتشون و اینا بستگی داره. اما به هر حال من فکر میکنم که این کتاب رو با نوجوانا میتونیم بخونیم و اگه میخوایم از توش فعالیت در بیاریم و ازش استفاده بکنیم، فکر میکنم که برای بچه‌های دبستان خیلی جالب باشه. و بعد از این میتونیم بگیم که آقا هر کدوممون چه نقشی داریم. مثلا اینکه توی مدرسه‌ای که هستیم فلانی جون یا خانم فلانی نقشش چیه؟ اگه نباشه چی میشه یه روز؟ چه خلایی ایجاد میشه؟ بعد میتونیم از بچه‌ها بپرسیم شما دوست دارید که در آینده چه نقشی داشته باشید؟ دوست دارید اگر که یه روزی پرسیدن دلتون برای چیه، مثلا فلانی تنگ میشه، چی بگن؟ جای خالی شما چطوری مشخص میشه؟ با کارتون، یعنی با تخصصتون. اینکه مثلا کسی نیست که ماشینا رو تعمیر بکنه، ماشینای خراب میمونن، یا یه چیزی تو رفتارتونه. مثلا اینکه فلانی وقتی نیست دلمون برای صدای خنده هاش تنگ میشه یا دلمون برای دستپختش تنگ میشه. چی دوست دارید توی شما دیده بشه؟ و یه ذره البته این کار تریکیه که اگه بخوایم بپرسیم که بچه ها چه نکته مثبتی توی دوستتون میبینید، چون خیلی باید مهارت داشته باشین توی گردوندن کلاس، برای اینکه ممکنه اگه سر کلاسی بچه ها 2 دسته شده باشن، یکی رو گوشه گذاشته باشن یا هر چی، ممکنه که این باب تمسخر و اذیت کردن باز بشه با این کار و نه تنها تاثیر مثبتی نداره، حال یه سری از بچه‌ها رو هم بد کنه و ممکنه که یه سری چیزا رو هم حقنه کنه توی ذهن بچه‌ها. مثلا اینکه 3 نفر 4 نفر میگن آقا ما دلمون برای مهربونی فلانی تنگ میشه، بعد اون بچه فکر کنه که آها مهربونی ویژگیشه پس باید مهربون بمونه. یعنی میدونی یه ذره موضوعیه که باید خیلی تسلط داشته باشیم. برای همین این بخشش رو پیشنهاد نمیدم بهتون، اما این بخشی که دوست دارید در آینده چی باشه پیشنهاد میدم که با بچه‌ها انجام بدین. حتی میتونید نقاشیشو بکشید، کار دستیشو درست کنید، به شغل‌های مختلف بپردازید و حتی شغل‌هایی که خب میدونین دیگه توی جامعه متاسفانه یک لول بندی برای شغل‌ها وجود داره. شغل‌هایی که ارزششون کمتره یا ارزششون بیشتره. ما میتونیم این دسته‌بندی هایی که عموماً طبقاتی هم هستن رو با پرداختن به اینکه نقششون چیه بشکنیم. مثلا اینکه اگه قاعدتاً بخوایم فکر کنیم همینجوری تو ذهن آدم‌ها اینه که خب رفتگرا شغلشون شغل سطح پایینیه، ولی ماجرا اینه که بسیار شغل مهم و بسیار شغل سختی دارن
بسیار ارزشمنده و باید بهش بها داده بشه. بعد اون وقت میتونیم، چون میدونین یه شغلایی مثل پزشک، خب مشخصه دیگه وقتی یه پزشک نباشه تو جامعه، آدما مریضیاشون رو کجا ببرن، کی آدمای مریض رو خوب کنه و فلان. ولی یه شغلای این شکلی که متاسفانه نادیده گرفته میشن، متاسفانه کم ارزش شمرده میشن و بهشون بها داده نمیشه، میتونه این شکلی برامون معنای تازه‌ای پیدا کنه برای بچه ها و شغلایی که حتی زیاد در موردشون صحبت هم نمیشه. یعنی ما توی روز راجع به پرستار و معلم و مغازه‌دار و دکتر و اینا صحبت میکنیم، اما هیچ وقت شاید در مورد شغلی مثل لوله‌کش صحبت نکنیم. شاید هیچ وقت در مورد شغلی مثل راننده کامیون حرف نزنیم. شغلی مثل چه میدونم خیلی چیزایی که حالا شغلایی نیستن که تو روز ما در موردشون زیاد حرف بزنیم. پرداختن به این شغلا که هر کدومشون چه ارزشی دارن، اولا میتونه نگاه طبقاتی رو توی ذهن بچه‌ها بشکونه و برای انسانیت و برای کار آدم‌ها ارزش قائل بشن. دوم اینکه میتونه بهشون کمک کنه که یه کارهای بیشتری رو فارغ از مهندس و دکتر بودنی که خیلی آدما میگن چی کار میخوای بشی، همه اینو میگن، توی ذهن بچه‌ها بکاره که چقدر میتونه یه شغلی مهارت محور باشه و چقدر میتونه شغل جالبی باشه. من چقدر به این کار علاقه داشتم و تا حالا نمیدونستم. یا حتی بهش کنجکاو بشن، برن و به واسطه اونو شغل آیندهشون انتخاب نکنن، اما به واسطه اون مثلا یه مهارتی یاد بگیرن که بعداً توی زندگیشون بهشون کمک کنه. بنابراین کار و معنای زندگی میتونه از اون کتابایی باشه که برای آوردن مفهوم پاسداشت زندگی سر کلاسمون کمک کنه. برای اینکه این روزا لازمه که ما زندگی رو خیلی بولد بکنیم برای بچه‌ها و برای خودمون حتی، چون توی سختی‌های زیادی قرار داریم. و یکی از اون کتابایی که میتونه در مورد ارزشمندی زندگی، پاسداشت زندگی، شور زندگی، اهمیت زندگی، معنای زندگی یا هر چیزی میتونیم در موردش بگیم کمک کنه. خیلی کتاب جالبیه، تصویراش بسیار بسیار زیباست، تصویرهای آبرنگی داره و خیلی جالبن دیگه، به خصوص اون کرم بامزه. امیدوارم که ازش لذت ببرین و بتونین ازش استفاده کنین. پس من تا ویدیوی دیگه شما رو به شور طبیعت، باران و هوای تازه میسپارم با آرزوی نور و بلور. بدرود.